الو. سلام. امروز قراره من فقط درس بخونم و هیچ کار دیگه ای نکنم، چون که فردا امتحان گرامر دارم، گرامر زبان اسپانیایی. 30 تا درس رو باید بخونم که تا حالا نخوندمشون. خیلی زیاده، نمیدونم برسم کامل بخونم یا نه دیگه. الان فقط هدفم اینه که هر درس رو حداقل یه بار بخونم. الان تازه ساعت 12:17 ظهره و من شروع نکردم به خوندن. مردم استادی ولاگ که میگیرن ساعت 5 صبح بیدار میشن، من تازه 12 ظهر دارم شروع میکنم. من این چند وقت خیلی استرس و فشار زیادی روم بود. من برنامه‌ریزی کرده بودم که بخوام اینا رو زودتر بخونم، تمومشون کنم که اصلا به این چند روز قبل امتحانم نکشه. ولی خب دیگه شرایط یه جوری شد که الان روز قبل امتحان باید همه رو بخونم و بوم، از استرس نمیدونم چیکار بکنم واقعا. یه چیزی هم بهتون بگم، اگه مثل من همش خسته این و خوابتون میاد، دلتون میخواد همش بخوابین، حتما برین آزمایش بدین. من امروز صبح آزمایش دادم، البته چند روز پیش آزمایش داده بودم. بعد بهم زنگ زدن گفتن که یه سری چیزات بالا پایینه، ما فکر میکنیم که تستمون اشتباه شده، میخوایم بریم دوباره ازت آزمایش بگیریم. که من فکر نمیکنم اشتباه شده باشه واقعا، ولی به هر حال امروز اومدن دوباره ازم آزمایش گرفتن. من چند روز پیشم این یکی دستم رو آزمایش داده بودم و امتحان عمومی داشتم. بعد خیلی ازم خون کشیده بودن، 3 تا از این لوله‌های آزمایش خون گرفته بودن. ببین دستم درد می‌کرد، نمیتونستم اصلا این شکلیش کنم. بعد مجبور بودم 2 تا درس عمومی رو بخونم برام امتحان بدم، همشم تشریحی بود، باید می‌نوشتم. دیگه بریم که شروع کنیم به خوندن ببینیم چی میشه. میزمو جابجا کردم، این طرف گذاشتمش همینطوری رندوم. خیلی کم پیش میاد که من پشت میز بشینم بخوام درس بخونم، ولی خب دیگه بریم شروع کنیم. درباره مدل درس خوندنم بهتون میگم که الان چون حجم مطالب زیاده و من وقتم کمه، خیلی باید به شیوه اسکن و اسکیم برم جلو، یعنی فقط مطالب مهم رو بگیرم و چه شکلیه. خوبیش اینه که این امتحانم سوالات امتحانیش همین تمرینای کتابه، یعنی لازم نیست که چیز اضافه تری بخوام یاد بگیرم. من از روش پومودورو استفاده میکنم، یعنی 25 دقیقه تایمر میذارم میخونم، بعد 5 دقیقه اصلا چقدر درد میکنه. اون 5 دقیقه چیزایی که خوندم و مثلا مرور میکنم و یکم استراحت، بعد دوباره میریم سراغ پارت بعدی. پاس میشم به هر حال. در نزدی؟ دستم درد میکنه. شما رو به کنسرت رایگان دعوت میکنم. نمیایم. خواهش میکنم. اصلا بیادیم بیننده ندارم. ترس دارم. پس اینجا اجرا یک لبخند بود اشتباه من، تنها گناه من. یک لبخند زن برو بیرون. کر شدم. بچه‌ها من یه 25 دقیقه تموم کردم، 5 دقیقه رو میزنم، ولی به جای استراحت میخوام این جواب رو بهتون نشون بدم که اینجاست. این دوتا رو چون روی میزم داشتم الان گفتم به شما هم نشون بدم، چون بالاخره رو میزه جعبه بسته آدم کنجکاو میشه ببینه داخلش چیه. اوه خوشگلش هم باز کردم. اولیش یه دونه این ساعت کاسیوه، چون این در بیارم. شاید براتون سوال شه چرا اصلا شناسنامه رو میزمه. بذارین اول اینو بهتون بگم، برای اینکه اگر این درس جواب نده من همین آمادم برم این صفحه مشخصات ازدواج رو پر کنم.
به شرط اینکه با تحصیل من مخالفت کنم. زندگی دیگه منو به اولی این شکلیه، بندش ژله‌ایه، یه کاسیو خیلی خوشگله اینطوری. این هم از صبح مونده رو دستم. نمیرم دختر، نمیره اصلا. رژ لب فلورماره و از رو لب راحت پاک میشه ولی از رو دست پاک نمیشه. اینو حس کردم با هودی و دورس و اینا توی پاییز خیلی قشنگ بشه استایلش، برای همین گرفتم. و اینم این یکی که دوتاست، یه کاسیو معمولی، یه دونه هم بند چرمی قهوه‌ای. از این کاسیوها خیلی دوست داشتم داشته باشم چون خیلی زیاد شده، ولی آره دیگه بعدا هم باهاش استایلی نزدم قطعا میبینید. به خدا دستم خیلی درد میکنه. ترجیحاً روز امتحانتون نرین آزمایش بدین. اینجا هم چت جی پی تی رو دارم که هر سوالی داشته باشم ازش میپرسم و جالب اینه که بدونید بدون فیلتر شکن داره برام کار میکنه. فقط هم روی این گوشی بدون فیلتر شکن کار میکنه. بچه‌ها من اومدم یه پارت جدید شروع کنم. برق رفت. البته برق به درس خوندن ربطی نداره، بهونه نباید بکنیم، ولی گرمه. برم اینو در بیارم. این تیشرت رو چقدر همه تو یوتیوب تنه من دیدن. هرچی با این میذارم وایرال میشه، آبروم میره. خیلی چیز راحتیه. با شلوار مامانم، شلوار دولچه اند گابانا. آدم باید راحت باشه دیگه. توی خونه میخوای درس بخونی همینجوریش داره به فشار میاد. فکر کن حالا لباس ناراحتم بپوشید. این صدایی هم که میشنوین صدای موتور برقه، چون برق رفته این روشن شده. درس پارازیت میدی؟ اگه درس نمیخونی چرا کنسرت من نمیای؟ تو برو هنر رو ادامه بده و اینجا علم رو ادامه بده. نه نمیخواد. بیا پول تو هنره. برعکس شده. سخته. بچه‌ها یه اتفاق جالب افتاده. من مجبور میشم به درس خوندنم ادامه بدم. مهمون برامون اومده و الان برق رفته. 6 طبقه رو باید با پله بیاد بالا. وضعیت عالی. دیگه رو میز نیستم، اومدم روی تخت چون اینجا خیلی راحت ترم. خودم یه دور ویدیومو دیدم و فقط چند بار من خمیازه کشیدم. دوباره نگاه کنید میبینید. خواستم یه آپدیت بدم که الان ساعت 4:30 من تازه درس 5م. خیلی راحته ها. یعنی الان که دارم میخونمش حس میکنم خیلی چیزای راحتیه. نمیدونم حالا چون درسای اوله اینطوریه یا نه. فکر میکنم چون درسای اوله اینطوری باشه، ولی هنوز 25 تا درس دیگه مونده. A few moments later. دوستان شب شده. شب شد. ساعت 7 شبه و تبلتم شارژ تموم کرد. الان باید بذارم که این شارژ بشه. فعلا فقط تا درس 8 خوندم، یعنی 20 تا درس دیگه مونده.
همین الان فهمیدم که واقعا دارم عقلم از دست میدم. رسما عقلم از دست دادم و فهمیدم که من هیچ جوره نمیتونم این 30 فاکینگ درس این کتابو تموم بکنم تا فردا و یه سری درس رسیدم به جای سختش اصلا واقعا نمیفهمم هیچی. واقعا داشت گریم میگرفت. اصلا آدمی نیستم که بخوام فقط به پاس شدم فکر کنم و یعنی تا حالا این کار نکردم به غیر از این روزها برای این امتحانای این ترم و کاش بدونم چی شد که زندگیم به اینجا رسید و من عقلمو از دست دادم. دوستان اگر میتونستم همینجا گیواب میکردم، تسلیم میشدم، ولی نمیتونم. نمیدونم قرار تا چند صبح بیدار بمونم. پومودورو اینا هم دیگه ول کردم، فقط دارم تا جایی که میتونم میکنم تو مخم اینا رو. بالاخره حس آزادی بعد از امتحان که دلم میخواست توی خیابونا برقصم، انقدر که حالم بهتر شده بود. قبل از امتحان کم مونده بود واقعا دست به کارهای بدی بزنم، ولی دیگه حالا اومدم برای خودم گل بخرم تا خودم رو خوشحال کنم. از امتحان میخوام بهتون بگم سوال خوب بود، سوالا رو خودم جواب دادم، ولی صفحه آخرش قرار بود فقط مثلا صرف فعل باشه. خدایا کاش هم کلاسی ها میدون نبینه، ولی میگم دیگه صفحه آخر تقلب کردم. خدایی امیدوارم که مچمو نگیرن و نمره رو بهم بدن. بعد اینم بگم که نمره 2 تا از درسای دیگه هم که خیلی نگرانشون بودم استاد گذاشت و خب خوب بود. به خاطر همین دیگه واقعا حالم خوب شد. الان اصلا مغزم احساس میکنم راحت شده دیگه. امتحانات تموم شدن. این ترم دوم واقعا سخت بود. شما فکر کنید دیگه به شهریور کشید. یه چند تا نکته درباره امتحانم میخوام بهتون بگم به عنوان تجربه. اول اینکه هیچ وقت درس‌ها رو نگه ندارین شب امتحان. منم این چند وقته به خاطر درگیریایی که داشتم مجبور شدم واقعا. از پومودورو استفاده کنید و شب امتحان اگه دیگه مثل من یه سری اتفاق براتون افتاد که مجبور شدین فقط شب امتحانی جمعش بکنید، انتظار نداشته باشید که همه چیزو یاد بگیرین و نمره خوب و اینا، ولی اعتماد به نفستون رو از دست ندین. استرس زیادی هم نگیرین. به شخص دیشب انقدر استرس گرفته بودم، سرگیجه داشتم و داشتم میمردم، ولی خب بالاخره نتیجهش خوب شد. امیدوارم ترم جدید خیلی 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 بهتر باشه. مرسی که این ولاگو دیدین. پاشین برین درس بخونین. خداحافظ.